السلام علیکم یار دوستان محترم حضوری مرغ بازارهای مسجد بر شما دوستان از نرخ و نوای مرغ بازار دویم چسکه نوار می‌بینیم دوستان. ببینیم که نرخ و نوای مرغ در بازار دویم چسکه چند سوم است دوستان. حاضر برای شما از هر یک اینا یک تا پرسیده نرخشون انیق می‌کنیم. اینا مرغای کیه؟ اینا شما نکو چند شده؟ چند؟ هر یک تاش 50 نامش واژیکه نه؟ اینو 50 سومونی بیان بسومونه هر یک تاش تخم میکنه؟ تخم میکردگی بگم اینو 60 سومونی تقریبا همه این مرغ‌های به همین اندازه همه 60 یا اینکه 50 سومونی ارزش داشتن. تخم میکنه؟ اینا چندشی نه مرغ بیا وکو این و نره خروسشه خروسش 100 سومون بوده است. این ممکنه 50 سومونی نه ممکنه کسی مرغابی خریدار باشه. بیا این شما نیستن این تا اینجا هم دارن مول بازاری دویم چسکه با روزه شنبه مرغ بازار بوده است. اینجا چند شده که؟ 88 کردن نداده 80 سومون با 80 سومون با ندادن تقریبا 100 سومون میتیدن تقریبا. این چند شه؟ 80 سومون توک میکنه؟ منی خروس 150 سومون 150 سومون خروس 150 سه تو 180 گوسالی منی خروس رو چیلی کردیم میگم. یعنی واژیکا رو همیشه 50 اندر یک دیگر نرخ کردیم ندادیم. منی خروس 55 کردیم اینش 35 کردیم ممکن شد. یعنی اینجا که 200 سومونی کردیم 200 سومون نداد خروسش گوید و تقریبا 5 کیلو گوشت داره. یعنی چوجه رو بازو صاحبش 20 سومون گفته است. 20 سومون گفتیم حاجی چند شد؟ 130 سومون شد. این خروسی جنگی بوده. خروس 150 سومون کرده 150 سومونی مرغای جنگی. این خرگوش کیه؟ چند شه؟ چندش کردم؟ چندش کردن اکو؟ 200 سومون کردم خرگوش سو اینا 80 سومون کرده اینا اینا 80 اینا چند؟ 60 سومون اینا دو تا رو 50 کردن هر اینا ایناش بهش 45 کردن اینش 40. اینجا خروس جنگ نیست خیلی خروس جنگ بسیار نشانه میدم چون که کانال میبنده. این چند شد؟ اینه حاضر من سیون کرده بودم حاضر سیونکش کرده بودم چندش کردن؟ یک سی چند؟ حالی آوردن چند سو اینجا بازاری دویم چسکه نسبتی یکم چسکه مرغش بسیارتر بوده است و آدمش هم بسیار نه بازار
اینجا مرغجان هست. من مرغجان سیام کنم میگم چون که کانال بستنش ممکن. چند شه؟ 40 سامان ممکن چه؟ اینا رو نوا ورده؟ 35 متر گرم. چندش کردن؟ ندادی؟ ما 35 میگیم. این چی؟ چندش کردن؟ خروسه؟ باش کردم. راکیا. یک کفترا چندی آجی؟ کفتر چامبلینو. هر دش 20 تومان؟ پیزا. کفتر هم میدارم چیزه 20 تومانی. ایختی 20 متری. این ماده یا نه؟ ماده؟ نره این؟ اینا پره؟ ماده نه اینا پره؟ 10 تومانی میگم کفترا. نه این بود بارش دوستو از نرخ نوابوی همه بزرگی مرغ بزرگ دیدن کردیم. ویدیو معقول شنوندگان فکر اندیشه نیک خود رو در زیر کامنتاریو میگذارید. باقی سربلند و خانواده باشه.